نشخوار. حتما این کلمه رو شنیدین. وقتی یک چهارپا علف میخوره بعدش دوباره میتونه اون رو از معدش بیرون بیاره و بجوه. دقیقا مثل ما انسان ها، ولی با این تفاوت که اون حیوان علف رو از معدش بیرون میکشه، ولی ما فکر رو از توی ذهنمون بیرون میکشیم و هی بهش فکر میکنیم، اینقدری که باعث اضطراب میشه. دقیقا مثل یک پر توی باد که اون باد ما رو به هر سمتی که میخواد میبره. چرا اون حرف رو زدم؟ چرا اون کار رو کردم؟ چرا اونجوری رفتار کردم؟ این کار یک تحلیلگر وارد ذهنمون میشه. بازی ماریو یا قاشخور رو یادتون هست؟ تو یک نسخه از بازی صفحه به طور خودکار به جلو حرکت میکرد و اگه شما ثابت میموندی یا حرکت نمیکردی از بازی حذف میشدی. دقیقا مثل زندگی. یکم فکر کنین، تو زندگی هم اگه به جلو حرکت نکنید و خودتون رو درگیر به موضوعات گذشته کنید، اتفاقای خوبی براتون نمیفته. در کل ما در مورد دو نوع موضوع نشخوار ذهنی میکنیم: موضوعات غیر قابل حل و موضوعات قابل حل. در مورد موضوعات غیر قابل حل، همونطور که از اسمش پیداست غیر قابل حل و تنها کاری که میشه کرد پذیرش اونه. یعنی بپذیریم که این اتفاق افتاده و خودمون رو با اون موضوع وفق بدیم، چون اجباره. و در مورد مسائل قابل حل هم پذیرش تنها راهه. هم پذیرش انجام بدیم و هم دوباره تلاش کنیم. ببینید، تلاش کنیم، نه اینکه کل زندگیمون رو صرف اون موضوع کنیم. اگه کسی با موتورسیکلت تصادف کرد و کسی رو میشناسی که بتونه اون رو تعمیر کنه، پس فقط موضوع زمان و پول باقی میمونه تا موضوع حل شه. دوستان عزیز، ما از قدرت فوق‌العاده انتخاب برخورداریم و نشخوار ذهنی باعث میشه این قدرت رو از خودمون دور کنیم. باید آگاهی داشته باشیم از وضعیت فعلیمون. یعنی من میدونم که دارم نشخوار فکری میکنم و انتخاب کنم که دوباره انجامش بدم یا متوقفش کنم. و در آخر دوستان عزیزم، نذارین فرمون زندگیتون به دست کسی غیر از خودتون بیفته. چه چیزی با ارزش‌تر از و مهمتر از خودتون؟ عاشقانه به خودتون عشق بورزین و خودتون رو دوست داشته باشید. خیلی ممنونم.